این هفته خبر تو خبر داره براتون. از سوتی این آخوند آبغورگیر در جمعه بازار ولایت که موج سواری خمینی در انقلاب ضد سلطنتی رو اینطوری توصیف کرد: امام با بازداشت در جای بسیار محدود دوران طی مراحلش رو آغاز کرد، بعد تبعید شد، بعد در دنیا هیچ جا به او راه نمیدادند، در به در بود، کویت راه نداد، جاهای دیگه راه نداد، بالاخره مقدرش این بود به فرانسه بردن. اونجا بلندگوی جهانی پیدا کرد و چه مصاحبه های توحیدی، الهی، سازنده، سیاسی، واقع بینانه و دلبری کرد. حالا این شما و این هم قسمتی از دلبری کردن خمینی برای بلندگوهای استعماری. اون چیزی را که میخواهد ملت اون چیز عمل بشد و دیکتاتوری به کلی منقطع است و یک مملکت آزاد که همه طبقات و اقشارش آزاد و از این به بعد زنها و مردها آزاد. به خبرنگارا که میرسید دم از آزادی میزد، اما به مردم ایران که میرسید حرفش این بود: قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و رؤسای اونها را به محاکمه کشیده بودیم و چوبه های دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم. تمام احزاب را ممنوع اعلام می‌کردیم. حالا یکی از همون برپا کنندگان دار شده رئیس جمهور نظام باقی مونده از خمینی که حرف زدن معمولی هم بلد نیست. ببینید پاسخ مشکلات مردم رو چطوری میده. چند مورد بودن که برای بازپرداخت، یعنی وام اصلشون رو پرداخت کرده بودن ولی اون سودش رو نمیتونستن پرداخت کنن، خونه‌شون رو گذاشته بودن توی اجرایی و اینا. توی این موارد بوده. شما نهار هم دادن اینجا یا نه؟ ما ساعت 2:30 اومدیم، نهار خونه خوردیم. قبلی ها خوردن نهار؟ انشالله که خوردن. بله، طبق معمول اومد فیگور مردمداری بگیره، اما ولو شد رو زمین. سفرهای استانیش هم یکی یکی رو عمامش آوار میشن. مثل اینجا که معلوم میشه قبل از رفتن رئیسی به هر شهر، شهرداری آشغالا رو قایم میکنه، بعد دوباره برمیگردونه سر جاش. همین امروز صبح شهرداری اومده تمام زباله ها رو برداشتن بردن این برابر قایمش کردن، یکم جارو زدن اینجا رو به این رو برگرنه. شما فردا تشریف بیاری اینجا همون کثافت اینجا رو بو برمیداره. اینجوریه که بعد از گذشت 43 سال از ملاخور شدن انقلاب ضد سلطنتی، حالا این خود آخوندان که به ورشکستگیشون اعتراف میکنن. خلاصه و کوتاه عرض بکنم، من منتقد دو چیزم. یک، حضور روحانیت در جایگاه‌های اجرایی، چون این رو تجربه این 41 ساله به ما میگه، هم لطمه داره به دین میزنه چون روحانیت مدعی دینه، هم لطمه به خودش میزنه چون روحانیت از وقتی بر مصدر امور نشسته است جز در یک موارد خاص بقیه جاها ناکارآمد بوده و ناکام. در حالی که بی‌محلی پوتین به رئیسی و اون میز درازش هنوزم سوژه جوک‌های فضای مجازیه، پوتین این تصویر رو از ملاقاتش با رئیس جمهور آرژانتین منتشر کرد که بدون شرحه. حالا این وزیر پشمالوی رئیسی رو ببینید که رفته آذربایجان، بعد اونجا با رئیس جمهورشون ملاقات آنلاین گذاشته. یکی نیست بگه پس تو چرا اصلا رفتی اونجا؟ خب از تهران ملاقات آنلاین میکردی. Bunları nəzərə alaraq
bu yeni gelmişken de olmasını istiyorsun. مردم ما به خصوص همه مردم ما به ویژه استان‌های مرزی از آزادسازی مناطق آذربایجان بسیار خوشحال شدند. امروز هم مایلند که در خلاصه این که در تعادل قوای جدید هر ملاقات مهره‌های نظام ولایت تبدیل به یه فضاحت جدید میشه. من اومدی پایینی پاده بزنی از اونجایی که این خبر تو خبر با سالگرد انقلاب ضد سلطنتی همزمان شده، مشنگستان این هفته رو با مصاحبه شاه مشنگ شروع میکنیم که تا دهن باز میکنه آخوند درونش بیرون میزنه. I'm quoting, Your Majesty. In a man's life, women count only if they are beautiful, graceful, and know how to stay feminine. You may be equal in the eyes of the law, but not in ability. You have never produced a Michelangelo or a Bach or even a great cook. You are schemers, you are evil, all of you. Oh, Your Majesty, you said all these things. Well, do you feel your wife can govern as well as a man? I prefer not to answer. But you have made your wife the regent of this country. If you should die, your wife heads this country, and yet you're not certain that she can govern as well as a man. I can't say. The reaction that she might eventually have under crisis. These are unanswerable question. How do you want to... Pretty woman, say something, Your Majesty. How do you feel when you listen to this? No. What can I say? You know, it's I don't think you really believe that. کل این مصاحبه یه طرف، واکنش زن شاه هم یه طرف. از حرفای بغل دستیش کامل فیوز پروند. حالا بشنوید از ولیعهد همون شاه یعنی خمینی که انقلاب مردم رو با این وعده ها دزدید. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم. این مشنگم اومده توی تیوی ریش و ادعا میکنه که اول قرار بود کارگردان فیلم محمد رسول الله فیلم خمینی رو بسازه، اما بقیه‌اش رو خودتون بشنوید. من یادمه که دوره‌ای که آقای مصطفی عقاد به ایران اومد و من در سینما استقلال با ایشون گفتگو کردم و چند جا هم هتل و اینا با هم دیگه رفتیم. این 2 سفر به ایران داشت اون موقع برای ساختن فیلم زندگی امام و بسیار ملاقات داشتم. خدا پدرتو بیامرزه. خب ببینید اینقدر اینو خون به دلش کردن این مرحوم رو با توجه به اینکه میتونم بگم کجا حالا ببین بعد بودجه‌ای که قرار بود همون آدم با همون مبلغ اون موقع بیاد فیلم امام درباره امام بسازه و تجربهش رو پس داده بود، دادن به کسی دیگه. فیلمی ساخته که امروز الان رو دستمون مانده و من روم نمیشه برم به کسی بگم این فیلم امام بیا رو ببین. خب شاید سوالتون بشه که این فیلمه چی بوده که رو دستشون مونده. پاسخ رو از زبون این مشنگ و دوله بشنوید که سکانس شمشیربازی شاه و خمینی رو تعریف میکنه. رفتید اومدیم، من جلوتر رفتم، وارد اتاق شدم، دیدم حضرت امام نشستن. به امام گفتم بلند شید، شاهنشاه اومدن. دیدم عین خیالش نشست، انگار نه انگار که شاه کسیه. بعد دیدم شاه وارد شد. بعد که وارد شد
با عصبانیت خود قدم زدن، رفتن این ور رفتن اون ور رو شروع کردن چیز گفتن. یه مرتبه ناسزا به امام گفت. ناسزا که به امام گفت، امام سرشون رو بلند کردن. پدری که رضا قلدر بود نتونست غلطه بود، تو که رقمی نیستی. میگفت شاه هم خب قصدش این بود که اومده بود که اصلا امام رو بکشه. اینجا که شد با عصبانیت تمام دست کرد و شمشیرش رو بلند کرد همجوری که بزنه به امام. گفت دستش بالا خوش شد، ولی ما دیدیم که دستشو پایین نیاورد. میگفت خب منم میدونستم که اومده بکشه دیگه. خودم هم خیلی راغب بودم که امام رو از بین ببره، چون ضد شاهنشاه، ضد مملکته. گفت نمیدونستم که آیت الله خمینی چیه نمیشناختم. همونجور که دستش بالا بود من دیدم یهو چرخید و برگشت داره میره تا پای جیپ هم رفت. تا پای جیپ که رفت دستش بالا بود. پای جیپ که رسید و دستش افتاد و گفت بری با عجله. گفت ما تبعید از ایشون آمدیم سوارشون رفتیم. زمانی که رفتیم به کاخ رسیدیم، سوال کرد یکی از مسئولین که قربان شما رفته بودید که کار تمام کنید، آیت الله خمینی رو بکشید. گفت مگر ندیدید، البته کلمه زشتی به کار میبره، با اونا گفته بود احمقا مگر ندیدین که من دستمو که بالا بردم که بزنم دستم خوش شد. و بعدش اون مقابل من که پشت سر آیت الله خمینی بود 11 تا سید با شمشیرهای برنه به طرف من حمله ور شدن. درنگ کرده بودم 11 تا سید منو تکه پاره میکردن. بعد از اون گذشته اژدهایی بود، آتش به طرفم گشود. یعنی درنگ کرده بودم، اصلا سوخته بودم، جسقاله شده بودم. این یکی هم یه سکانس از هنرپیشگی امامش تو فیلم سرقت انقلاب رو اینطوری تقلید میکنه. امام همونجا لبخند رو لبش بود، دستاش هم همینجوری، یا این ور خیابون اینجوری میکردن یا این ور خیابون. حالا بعد از گذشت 43 سال با آخوندهایی مواجه هستیم که به خرس خوردن و مجبورن با این حرفا خودشون رو سر پا نگه دارن. اصلا یه سوال برای بیننده‌های ما پیش میاد که الان عربستان، امارات، کشورهای حاشیه خلیج فارس اینا دارن تجهیزات ویژه به روز میگیرن از امریکایی‌ها. آیا توان اونها با توجه به اون خریدی که میکنن، تحریم هم که ندارن، بالاتر از ماست یا نه؟ ما توانمون بالاتر. من یه مثال به شما میزنم. شما بهترین ماشین دنیا در اختیارتون بگذارن، ولی رانندگی بلد نباشین، میتونین از اون ماشین استفاده کنین؟ بله امارات هواپیما زیاد داره، ولی مطمئن باشین اون اعتقاد و اون تخصصی که خلبانای ایرانی در وجود اونها نیست. مهارتی که این پاسداره ازش دم میزنه یه چیزی تو مایه های مهارت این طرف برای خاموش کردن آتیشه. یکی نیست به این پاسدارا بگه شما اول در پرشیا رو درست کنید که با نخ شیرینی باز نشه، خلبانی جنگنده باشه طلبتون. این هم وضعیت جاده های برفی و نگاه طنز مردم به بی‌تفاوتی کارگزاران رژیم. نه مگه پاشو تو جاده بره. استاد نمکه چیه؟ خوب هست. باز هم تیویری شو نمونه دیگه از سوتی های زنجیره ایش. علیفر نازنین باید همراه بشیم، آگهی تقدیم می‌بینیم. یعنی چی الان دوباره؟ خب دوستان میگن میشه قانون صحبت کنم. من فکر کنم پاس بدم به آگهی تقدیم. خب حالا داشتم بازی‌ها رو میگفتم دیگه. توی این برنامه هم 2 تا از نجم آرپیجی های باند مغلوب رو آورده بودن تا مثلا مناظره نمایشی برگزار کنن.
اما نتیجهش این شد در واقع ایجاد بشه ازشون این عین جملهشونه. ما نباید فقط من یه نکته رو اشاره بکنم خانم مولاوردی و خانم شجاعی در اعتراض به اینکه شما دارین نکات رو مطرح می‌کنید برنامه دارن ترک میکنن. ما هیچ قولی نداده بودیم که در واقع کسی دیگری به عنوان مهمان حضور نداشته باشه. من بازم از شما میخوام حضور داشته باشید، ولی اگر حضور هم نداشته باشید مشکلی نیستش. من خانم مولاوردی شما اجازه بفرمایید، شما خانم مولاوردی در فضای مجازی منتقدین خودتون رو بلاک میکنید، اینجا هم که بحثا رو برای میرید میگید از بقیه که شکایت میکنید، از شعار گفتگو صحبت نکنید. خانم شجاعی در خدمت شما هستیم، بفرمایید. بله عرض میکردم میگن که ما نباید در پایان توجه شما رو به یک همنوازی زیبا از یک خانواده گیتار دوست جلب می‌کنیم.